میگه یک آدم وقت رفت در نماز جمعه گوش کرد که مولای امام بسیار درباره عالما و اهل علم گپ زد و درباره نماز و فضیلت علم گپ زد. یک جاش فهمید که اقیموا الصلاة و آتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین، نماز بخونید، زکات پرداخت کنید، رکوع کنید، امرای خدا. بعد فضیلت جماعت گفت، فضیلت نماز و مسجد گفت، هر کسی به مسجد اونس داره چی برکت داره. ایرا گرفت دیم گوش کرد که هر کسی که علم بیاموزه الله سبحانه و تعالی میگه یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بهترین شما کسانی هستین درجه بلند در روز قیامت دارین، نه اغنیاین، نه مقام دارین، نه حاکمین، نه امیرین. عالما درجه بلند دارن. علم از همه فضیلت داره. میگه ایرا گوش کرد. سیم جمعه رفت که درباره خیانت گپ زده سای. هر کسی که خائنه، هر کسی که خیانت میکنه به دولتش، به وطنش، به زن و کودکش، به اسلام که نماز نمیخونه خیانت چیده. مسلمانه تلاوت قرآن در خونش نیست، خیر صدقه برای اوراهاش نیست، دعا در روز جمعه برای پدر و مادرش نیست، نماز مسجد نماز نمیره و خائن حساب میشه. در همین دولت زندگی میکنه، مخبر و جاسوسه، خائن حساب میشه. خائن نه خدا دوست میداره نه مردم. گفت کسی که امانت داره خداوند عزتهای بلندش میده. میگه امانت بر تو رحمت که از تو راحت دیدم، خیانت بر تو لعنت که از تو اذیت و آزار دیدم. میگه اومد بچه‌ش گفت بچه بازار رو ببند، دکان رو ببند، پولا رو بگی شو بیا خونه. همه را میگه آورد. بچه‌ش گفت که سه قبچه جمع که سه قبچه شد پول. گفت بار که بالا شترده ای شهر یا شهر دیگه عالم بود. گفت پیش هم بریم درس میخونیم. میگه رفت عالم فیراد کرد. گفت این بچه مرا علم آموز. دنیا را اینقدر یافتم که دنیا هیچ ارزشی نداشته. عاقبت چی بوده؟ مرگ. میگه بینا شد آدمی بیچاره زخاک با دل پر حسرت و چشمان نمناک، اگر بسازد بر خود 100 قصر عالی، عاقبت جاش بگردد آن قبر نمناک. آخرش مرگ بده. این قدر میده مرگ بده. بچه درونی مرده سوال جواب از علم میپرسد، از عبادت، از خیر صدقه. خوش به حال صاحبان خیر که فردا روز قیامت همین چیش میشه. میگه مولا گفت که مالی بچه تمام. گفت برا من بچه شو برفت فیرادش کرد. خونه مولا در خوره سرخیزاندش. گفت یکم درس قبچه پول تایجه. من گفت ماندکش. گفت هیچ وقت دروغ نگو. گفت قبچه را گرفت برا. گفت یکم درس تای. دیم درست گفت هیچ وقت گفت خیانت نکن. گفت یه دیم درس تای. سیم قبچه تمام. گفت سیم قبچه دا. گفت هر وقتی حیل الصلاه شنویدی نماز برا. گفت دست در زر باشه، در هر کاری باشه اول نماز براتر که نجات میابی انشاءالله. گفت تمام استاد. گفت تمام. سه قبچه را گرفت. گفت برا عالم شدی همین عمل کن. باز قدر علم نمیدونم. قدر علم هم کسی میگه اگر ذره انسان علم داده باشه او علم قدرش برای چی بدونین؟ این نوری الله است. اون نوری الله علمش یک قطره ماده، یک قطره دانلود، یک قطره و علم در فروفتگی. این قطره است که انگشت اگر در دریا بزنی چند خا بیرون میشه. همون کم شه روی کدگی علم خداوند اون را دادگی. گو بچه می قدر علم را بدون. و رفت پدرش دید. گو بچه گو همین 3 روز اومدی چه؟ گو تا عالم شدم. گو چه؟ گفت 3 درس دادم. گفت پولا را گرفت. گفت من عالم شدم یا عمل کن. خیلی نگاه کرد مرده که خیلی بچه هم گفت که برای گفت ای پشتی کار و زندگی شد. خیلی که نمایی که جو دیگه زندگی میشوه باید زندگی را بچرخونیم. خیلی رفت دکانو را پرسید که خیلی مرا اکنون ما هم یه وقت دکان داشتم مال داشتم خیلی فروختم مرا و خیلی بازی ندارم مرا چی میگیرین؟ فروشنده میگیرین؟ خیلی خلاصه یک کس فهمید که گو یک برادر خونش در فلان جای یک خونش دام پیچ خونش مغازینه همونجا در میره سودا میکنی. گو مالی خیلی رفت شناس کرد و گفت که بیا آمد. گفت این مغازین ما این زن کودکای من یک هر ماه تجارت میرم سینی یمن و عراق کجا میرم تا همین امانت نگاه کن همینجا سودا کن. گفت مایلی. میگه یه وقت مردک برفت مسافرتو
این بچه سودا میکرد، بسیار بچه متدین دیندار ملو بچه و خیالیم شده بود. یه وقت میگه زنها اینقدر شتاهن که بعضی زنها اینقدر که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که زنها ریسمان شیطانند. البته بعضیش همش نه. زنهای پاکدامن و عفیفه و صالحه و محسنه داریم الحمدلله. لیکن زنهایی هستند که بسیار مکر میکنن، بسیار شتاهن. که شاعر میگه چند مثل در یادم است، میگه نمیمونم در این کوچه قدم رو، باور ندارم بعضی زن رو، با یک دم میزند 300 قسم رو. اسلحه بزرگ زنک شتا همیه که گریه میکنه، اکر دودر جدا میکنه، بچه را اوتر جدا میکنه، گوشت ناخن جدا میکنه. رسول خدا گو ای مردم، زناتون در موبایلتون 100 فی سبیل الله نشوه، 100 نشوه، دیوال نشوه در راهتون، عبادت بمونین، یکا و دودری هم بمونین، عقلتون کار فرمونین. گفت زنک شتا میه گریه میکنه، چی دروغایی میبنده، نبودی میگه اومد دودر میگه تای لغتم دوخت، اکت اومد میگه زدک، متت اومد خیلی دروغایی میگه، گریه میکنه، باور میکنی. به همین خاطر گفت که باور ندارم بعضی زن رو، باید دم میزند 300 قسم رو. زن و شیطان هم نشین بود، شیطان در پیش زن خوشچین بود. علم شیطان و زن را کشیدن در ترازو، هنوزم علم شیطان خیلی کم بود. امروز چی شده که اکا و دودرا را یک زن ایم منطقه میای یک خونه را همه را رسپت میکنه، نابود میکنه. مردک شین، الرجال قوامون علی النساء، مردها با زنها چیه؟ با قوته. آمد گفت که قطعی من بیا خونه در خوره که من میترسم شوم نیسته. آمد دولان در خوره، گوی انگه شما درون در خوره، من دولان در. آمد گفت نه بیا درون در خوره قطعی من میترسم دولان در خونه را. گفت نه درست نیست در خونه نامرم قطعی یک چیکاره با. گفت بیا. گفت خلاصه زنک اینقدر چشید گفت که با من همین کاری زشت انجام میتی، همین کاری زنا را، همین کاری بد انجام میتی. بچه گفت نه من برای خیانت که خیانت نکنم یک قبچه پول دادگیم درس خوندگیم، من چرا خیانت کنم؟ گو اربابت میآیه. گفت ما گو ارباب من مالی و خیانت نمیکنم به زن فرزند مالش. آمد چیزای مگزین اگر فروخت و خونش کشیدی، زنک شتا همه را برد. گو میام شون بیا میگم همه را دزد دیدی. گو بیا یک چیزی بگم من خدا دیسه، این الله خبیر بما تعملون، الله سبحانه و تعالی خبر داره. چیزی شد من میگم راست چه میگم. میگه مردک اومد، زنک شتاهی گریه کرد، گفت که در نبودن تو من حمله کرد. شب خواست که من همین کارا بکنم، من هم خواست تهمت و دروغ. میگه ارباب فریادش کرد، گفت همین کارا کردی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت من از استادم درس گرفتم هیچ وقت خیانت نکن، هیچ وقت دروغ نگو، راست چه میگم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان گفته بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. صدق الله العظیم. الله دستور میده که ای مردم بترسین، هر وقتی صحبت میکنین حرفی راست بگین، دروغ نگین. دروغ در لعنت خدای، در دروغ برکت نیست، عملتون اصلاح کنین. گفت من راست میگم، زنت مرا هم خیلی حیله کرد، شتایی کرد، من نخواستم، من از خدا ترسیدم. من گفتم من ارباب خیانت نمیکنم. مرا استادم گفت که هیچ وقت خیانت نکن، خائن هیچ وقت خدا و رسول دوست نمیداره، مردم دوست نمیداره. این بارای مگزیت زنت خودش برد تقسیم کرد، خانه و چش برد و هم عدد داد. من این کار انجام ندادم. خلاصه گفت ماشاءالله کار کردن بگی. زنک شنوید گفت اگر امیره گفت نابود نکنی یا من یا امی، نمیخوام دیگه قطع زنده کنم. من در کوچه من شرمنده شدم، من هم خیلی میبرم میگم من همی آدم هم خیلی که شوی من چاره ندی. گویا زن خب کوخی بردک ملو بچه اولی من خیلی نیست، دروغ نمیگه. گفت نه نابودش کن. اینقدر میگه تو سر خان میگه زنک شتای کو. میگه مردک رفت یک قصابه گفت که یک ساله کورتا پولشم میتونم همین شاگرد من روی میکنم گوشته بگی همورا مایده کو درونی همین قبچه در دوست دهنش بند من میام میگیرم و دریا دا میبرم میپرتم خپی تو خپی من پولا میتم. میگه یا وقت میبروی سینی شاگردش میگه من پولا 5 کیلو گوشت برای قصاب بخور. این مردک میره واسه سور میشه بیرو. یا وقت این بچه میگه برم که بچه همین ارباب 7 ساله 6 ساله من قطید میرم. میگه میای همین لوی دکانی
گوشت میگه که حی الصلاح حی الفلاح میشه، بس این نماز بس این نجات بیاد. میگه که اینا بگی تو برا قصب خونه گوشت بگی از من میرم نماز عصر میخونم بعد میریم که مرا استادم گفته بود که حی الصلاح را شنیدی همه وقت دست در تیلو باشه چی باشه. یک دفعه میگه رفت نماز خونم که در قصب خونه مایده این قصب نشناخت که بچه یک گروه مایدهش کرد درونی چیده داختش چاکن زیری چا میگه ظالمان برای صالحان کندن چاه خودشان افتیدن و کچیدن آه. ای آمد و قبچه را گرو برد دریا پرتوف اومد زنش گفت نابود کردیم. یه وقت بود ای اومد یکی او برده قید زنش را دید بیهوش شد خواب رفت. اوه بچه گفت ای چو کردی کو بچه گفت بچه نیومد گوشت در دستی داده بودم دیگه بود که آه خش شبیدن و خزوندن و گفت چی خیلی کردی گفت مرا استادم برای این یک قبچه پول گرفته گه گفت که حی وقت حی را صلاحش نویدی چیکار کرد نماز بیو نماز نجات برادر. تأخیر نمیکنم مرگ که آمد دیگه شما دروغ میگین. شما یک شانسی دیگه میدن چند بار کسالتون کردم چند بار مصیبت غلطیدم چند بار به پول شدم پولدارتون کردم لیکن بازم شما عبادت نکردین و فراموش کردین. با همین خاطر عزیزان من این دنیا هیچ ارزشی نداره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که شما در این دنیا چقدر میتونید عبادت سخت کنید. اکا و دوداری خیش درباره عبادت بزرگ همیه. اول در منطقه زندگی میکنین اتفاق شین محبت شین برکت بیان. در کدام قشلاقی در کدام خونه جنگ جنجال رایتون بروین در گوشتون ویزون کنین قهر جنگ جنجال بخیلی حسد اوجا برکت نیست. اوجا همه وقت دختراتون یا سر میتن دختراتون بیوه میشوند یا که بچه هاتون نافرمانی میشود. چرا؟ از روی عمل خودتون. هرچی از ماست بر ماست. ما هر کاری که میگه خودمون میکنیم. با همین خاطر اکا و دوداری خیش تابوری بخیلی و حسد نکنید. یک کس خدا داده بگیم ماشاءالله خدا مال شای زیاد کنه. الرزق مقسوم والحریص محروم. رزق ازل تقسیم شده. این مرد که بوی کرده بگو ماشاءالله. رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره بخیلی بسیار گفت. شما گفت بخیلی نکنید. هر کسی که بخیلی میکنه هلاک میشه. رسول خدا گفت اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم او كما قال. از شح به معنای هم کلمه بخیلی به معنای هم بخیلی میاد در عربی هم کلمه شح به معنای بخیلی میاد. گفت از شح ای بخیلی بترسین. اینقدر بترسین که قومای پیشینه مثل شما بخیلی کردن هلاک شدن. در کدام منطقه هست بخیلی میکنی حسد میکنی فرقی نمیکنه اکا و دوداری همسایه خیش تباری بدون که مالت هیچ وقت ده نمیشه. او آدمی را بخیلی میکنی الحمدلله او مالش زیاد میشه. اینا در زندگی دیدیم. بخیلی کدیش که خانه گرفت در دوشنبه خانه میگیره. با بخیلی که خانه دوشنبه در گرفت مسکو دا میگیره. نه که تو یک ساتق زمین خریده نمیتونی. بخیلی کدی که ماشین خرید بدون ایدا ماشین خوب میخره. بخیلی کدی که او را عزت داده بدون که عزتی او بالا میره عزتی تو هیچی نمیشه. ماشاءالله بگو. خداوند کریم پروردگارا صاحب ثمره امر معروف نهی منکر آیات های کردگیر حدیث مبارک رسول خدا را صاحب ثمرش در نامه اعمال صاحبان همین خیر کتابت بگردد. گذشتگان همین خاندان صاحبان خیر خصوصا حضرت های ایشانایی که در این ماه و شب و روز سال در همین منطقه خدمت میکردند الحمدلله مردم فقط دعوت میدادن برای راست هدایت میکردن. خدای تعالی اجرکم عند الله خدا در بهترین جایگاه نصیبشون بگردد. باز هم این برادرایی که دست بالا کردن خداوند از عمیق قلبشون از مراد و مقصد و آرزوشون بخبری. اگر وضع مالیشون تنگ باشه وضع مالیشون خوب بگردن. اگر خواهان پسر باشند فرزندی صالح و سالم و سایبان و دستگیری نوری چربی از شهر خدا نصیبشون بگردن. اگر خواهان دختر باشند دختری صالحه نصیبشون. اگر زنگیر باشه زنی متدین دیندار و پاکدامن و صالحه نصیبشون. بازم خدای تعالی عاقبت تابستان بخیر بگردان زمستان بخیر بگردان. تاجیکستان عزیز ما را دشمنان درونه و بیرونه نگه بدار. خدای تعالی پروردگار امنیت و تنجی و آرامی را در سراسر تاجیکستان ما نگهدار و پایدار باش. الله